چرا؟ به خاطر که کاری را انجام میده که خلاف فطرت است. آلی بیا دیگه از او کسا گپ بزن که این عمل امرای همسر خود انجام میده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت گفته کسی که عمل قوم لوط علیه السلام یعنی با همسر خود این قسم عمل انجام میده، لعنت سرش گفته. در یک حدیث پیغمبر علیه السلام میگه که الله متعال نظر رحمت به این شخص نمیکنه کی کار میکنه. سوم زن حق داره که در محکمه حاضر شوه خلاف از این عریضه را درج کنه، یا ایست که به خاندان خود بگه که اینی عمل انجام میده من قطعی دیگه زندگی نمیکنم. بالکل حق داره بروه. یادم قطعش زندگی کردن درست نیست. چرا؟ یک مرتبه نه به صدها مرتبه مرتکب حرام میشه. بعضی همسرا در حالات مریضی خود نعوذ بالله حاضر به این گپا میشه. غلط گپ است، این گناه کبیره است، این لعنتی الله سرش است. در یک حدیث پیغمبر علیه السلام میفرمه کسی که آمدن کرد به عراف، کسی که میگه که ما آینده را میدانم، ما غیب میفهمم و او را تصدیق کرد، و کسی که نعوذ بالله از رای لواطت امرای همسر خود آمد، یقینا با بالای قرآن کفر ورزیده، نعوذ بالله کافر شده بالای قرآن. اگرچه اینجا مفسرین میگه که مراد از این کسی که امی لواطت حلال بدانه، در حلال دانستن شک نیست که کافر میشه، اما خود یه عملی است که موجب لعنت است، خصوصا که ادامه پیدا کنه. امروز ببینی حالاته مردم در کدام سرحد رسیده. الله متعال رحم بکنه. با بچا نکاح شد، با بچا همو کسی که دعوای جهاد میکرد مجاهد و قماندان خود میگفت. در افغانستان سنگ نباریده. قوم لوط علیه السلام چه قسم عذاب داده شده. الله متعال جبریل امین امر کرد که قریه را وردار، قریه را بالا کرد، از بالای آسمان زد. بحر میت به نام بحر میت فعلا هم یاد میشه. سیالای وجود داره که اونجا یک زنده جان در او آب زندگی کرده نمیتونه، ولی امی مبتلا آب ممی مرض، امی بدبختای فاسق در اونمو لبی آب امی ارتلا را جور کرده و امی کارا را فعلا اموجا انجام میده. نعوذ بالله. الله متعال یا در دنیا انسان رسوا میکنه، در آخرت خود هسته. از این طور اعمال خودداری خیلی زیاد ضرور است. انسان اینقدر به این اندازه چی نباشه. باز خصوصا کسی که اصرار میکنه ادامه میده این کارا را، اگر با همسر است، اگر با مردم بیگانه است، هر کس کی باشه، این خلاف فطرت است. اگر گیر شوه باید سوختانده شوه، بالکل سوختانده شوه، جزایش نمیتونه سخت است. الله نگاه کنه ما را. کسی که فرفتی دنیای غرب است اونجا دیگه این افتخارات است، نعوذ بالله، این افتخار میدانه. فین تابا و اصلحا، اگر توبه کردن، خود اصلاح کردن، الله اکبر، الله چی ذاتی است. همین طور مردمایی که عملی را انجام داده که باید الله دمی فل فور سنگ سرش بباره و هلاک بکنشه، لیکن الله متعال باز میدان اعلا کرد. فین تابا، اگر توبه کردن، و اصلحا، عمل خود در آینده درست کردن. شرط توبه 3 شرط داره. این عمل گناه بدان، گریان کو، توبه کو که الله بد کرده. دوم دستی عمل ترک کنه، باز سوم عزم کنه که آینده ما این کار نمیکنه. اگر عزم نکردی باز گشتی، معلوم شد که توبه صحیح نبوده، مخلص نبودی. از او خاطر قید اصلاح است. آینده خود اصلاح کردن. اگر کسی عمل زنا را کرده یا عمل لواطت کرده، آلی جور شدن. قرآن برات میگه فاعرضوا عنهما، آلی بدگویی برشان نکنه، ملامتشان هم نکنه. چرا؟ الله که معاف کنه، دیگه شما چی برش میگی؟ ان الله، یقینا الله متعال کان است توابا، بار توبه قبول کننده، رحیم و رحم کننده. انما التوبه علی الله، یقینا توبه بالای الله است، یعنی قبول کردن توبه مطابق وعده الله است. سر الله چیزی کسی واجب کرده نمیتونه، خود الله نظر به وعده خود سر خود لازم کرده قبول کردن توبه را. برای کی؟ للذین، برای کسانی که یعملون السوء، انجام میده کاری بده. سوء عملی صغیره و کبیره را میگه، هر قسم گناه را. بجهالت، بنادانی، که عمل بنادانی انجام میده. ثم یتوبون، بعد از توبه میکنه، من قریب نمی دستی فی الفور، فاولئک، پس ایطور مردم را یتوب الله، رجوع رحمت میکنه الله علیهم، بالایشان، ولو که گناه هم کرده.
و کان الله علیما حکیما، هست الله متعال علیما خوب میدانه که چی چیز کی نفرات در قلبش چی اراده داده، حکیما حکمت والاست، رسوا نمیکنه کسانی که از دل توبه بکنه. اگر توبه هم نکنه الله رسوا نمیکنه، موقع میده برش کی چی میکنه. در اینجا به جهالت این چی معنا داره؟ در ظاهر آیت معنی است که کسی گناه را بکنه خود نمیفهمه گناه کرده. اگر میفهمه که گناه کنه الله توبهش نمیپذیره. نه، از او خاطر ما در تفسیر ضرورت داریم به مفسرین، خصوصا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بعد از او صحابه کرام. تفسیر صحابه چطور آمده؟ به جهالت مراد از جهالت اینجا نادانی بالای گناه نیست که گناه را نمیدانه. کسی که یه عملی سور انجام میده به جهالت، به خبر از انجام و عاقبت که چه عذاب و چه قدر رسوایی برش میآید. هر کس که گناه میکنه دمو فرصت چی است؟ غافل است از انجام. زنا که میکنه از انجام خبر نداره که صبا گیر میشم من سنگسار میشم، از انجام خبر نداره که من رسوا میشم، از انجام خبر نداره. این جمانای جهالت ایره میده. آلی برای و شما یک گمیدی بزرگ پیدا شد که اگر آدم گناه را به قصد کرده باشه آیا ایام در جهالت میره؟ بله میره. اگر تو عاقبت گناه را میدانستی هیچ گناه نمیکردی، از عاقبت گناه بیخبر شدی که گناه را کردی. هر گناهگار از عاقبت گناه چی است؟ بیخبر است. الله متعال توبه نمی مردم قبول داره. خب کی؟ ثم یتوبون که عمل گناه از پیش شده توبه را من قریبین قریب میکنه. قریب کدام زمانه را میگه؟ بعضی مفسرین میگه کل زمانی عمر قریب است، کل زمانی عمرت قریب است، یعنی در عمرت توبه بکنی. بعضی میگه قبل از اینکه در حالت غرغره برسی و مرگ برات حاصل شود ایره قریب میگه. کسی قریب ایره میگه که در حالت بأس نرسی، که در حالت بأس باشی، حالت یأس نباشی، در حالت یأس ناامیدی نرسی. حالت یأس را میگه که دیگه هیچ طمع نداری که من زنده باقی میمانم، اونجا باز توبه قبول نمیشه و حالت غرغره است، چون که حالات جهان دیگر را مشاهده میکنی، از او خاطر اینجا توبه قبول نمیشه. از او پیش ایره من قریب میگه. نظر به تفاسیر صحابه این تفسیر برای ما بسیار مجال و میدان داد که مراد از جهالت بیخبری از عاقبت است و مراد از ان قریب در کل عمر انسان تا وقتی که در غرغره نرسیده توبه الله متعال قبول میکنه. ببینی رحم و احسان الله متعال که برای بخشیدن بنده خود چقدر میدان وسیع اعلا کرده. اما امی بنده با وصفی که امی قدر سخاوت و کرم الله برش متوجه است، باز هم چی میکنه؟ بگه نافرمانی الله را میکنه، توبه هم نمیکنه. بار بار این عملا را روزمره انجام میده. بسیار سخت است. الله رحم بکنه. ولیست التوبه للذین، نیست قبول شدن توبه برای کسانی که یعملون السیئات مسلسل انجام میده، السیئات اعمال بد صغیره و کبیره را، حتی اذا حضر احدهم الموت، تا یکی وقت حاضر شوه به یکیشان مرگ، یعنی علامات مرگ نزدیک شوه، قال میگه در او صورت اینی تبت الان، ما رجوع میکنم آلی. دیگه توبه ای مردکه قبول نمیشه. چرا؟ آلی حالات آخرت جهان دیگر را مشاهده میکنی آلی. وللذین، نبرای کسانی از قبولیت توبه، یموتون که میمرن و هم کفار. اگر ایمان بیاره در این صورت از پیش کافر بودن، آلی ایمان میاره که در حالت یأس رسیده غرغره ایام قبول نمیشه. اولئک ایتور مردم اعتدنا لهم، ما آماده کردیم برایشان عذابا الیما، عذاب دردناکه. چرا؟ الله خیلی میدان وسیع عمر برش اعلا کرده بود اما این مردم بیدار نشد. حالی که حالات جهان دیگر را بس چشم سر میبینه، حالی میفهمه که والا ما بد کردیم، نه حالی پذیرفته نمیشه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، لا یحل لکم، دیگه قسم ظلم از زنا دفع میکنه. دیگه قسم ظلم چیه؟ حق میراث به زنا نمیدادن. یک قسم ظلم ای بود، با زبردستی و زور مجبور میکردن که میگفتن که برو ما میراث خود نمیگیرم. دوم، به نکاح نمیگذاشتن، شوهرش وفات میکرد ورثه‌اش نمیگذاشت. چرا؟ مال داشت، مال نگاه میکرد تا که این مال بریزیا بمانه خودش بره. این دیگه قسم ظلم. یا در نکاح دوم نمیماند که نکاح بکنه. چرا؟
امو مهر خود بخشش کنه یا امو مال میراثی که برش میرسه به زن بگویه که من از امو میراث خود تیر. یا است که چیسته به موجب یک زن امو طور در نکاحش بود میخواست که ایره اعلا بکنه، خود چون که مال برش داده بود آلی طلاق به مال میشه، ایره تنگ میساخت، ایره دیگه الله آزار بدی اذیت بده که آخر خودش بگه که مرا اعلا کو تیر از همه چیزم. این طوری ظلمات در زمان جاهلیت بالای زنا رواج داشت، اما امروز هم موجود است. جامعه افغانی ما عیناً امو عرب جاهلیت است. کدام کاری که در او زمان میشد در این زمان هم صورت بگیر، خصوصاً پشتونای ما. الله اکبر. زن موقع نمیده، برادرش وفات کرده شهید شده، زن میگیره در یک تفلک میشانه که او تفلک او امی زن در بغل کلان میکنه. چرا؟ ننگ است برای ما که زنی بیادر ما بره. چرا ننگ است؟ پیغمبر علیه السلام که زنا گرفت، این زنای بیادرش بود یا زنای مردم دیگه بود؟ ها؟ شما خبر داری؟ اسما بنت عمیس ایره چند نفر علی رضی الله عنه به نکاح کرد، ابوبکر رضی الله عنه به نکاح کرد، جعفر رضی الله عنه برادر علی رضی الله عنه به نکاح کرد. در زیر تصرف جعفر رضی الله عنه بود که وفات کرد، ابوبکر رضی الله عنه نکاح کرد. ابوبکر رضی الله عنه که نکاح کرد وفات کرد، علی رضی الله عنه باز او نکاح کرد. در عرب این گپا نبود. زن دوم گرفتن در عرب عیب نیست، هیچ گپی نیست، هیچ این تصور نمیره. در عجم وی 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 که چرا زن دوم گرفت، او کسی دختری خدا به سر انباق نمیده. اما قرآن میگه کسی واقعا احکام بدانه، علم داشته باشه، عدالت مراعات بکنه، هیچ گپی نیست، هیچ پروایی نداره. اما در این وطن امو رسومات نعوذ بالله زنده بشه. برادر یا کسی وفات بکنه زنش باقی میمانه، زنی جوان است، چرا نگاه کده ایشه؟ تو خود محرمش حالی نیستی. اگر اطفال داره، اطفال خرد است یا نفس داره، بگذار شه، عدتش پوره شود، 4 ماه در روزش تیر شود، خلاص. اگر به طبیعت و دل خود طفلای خود اعلان نمیکنه، سرش میشینه، در او صورت خانه علایده هر نان نفقیش ذمه بزن و او را پاسداری کو و نگاه کن. در غیر از او موقع بده برای نکاح بکنه، از یه اولاد پیدا میشه، تشکیل خانواده دیگه میده. ما و شما در وطن و رسم و رواج ما و شما اوه عیب است. باز چی میکنه؟ وقتی که برش چی میده؟ اجازه میده به این شرط تو را ما روان میکنیم خانه پدرت که فلانی را به نکاح نگیری. تره چی؟ اما فلانی خوب آدمی متدین و دین داره، فلانی را چرا به نکاح نگیره؟ انواع قیودات یا از جان خود کشیده، نعوذ بالله شریعت مریعت یا تسلیم نیست، قید و بند خود میکشن، برای خود وضع میکنه، امور رقم میکنه. قرآن اینمی ظلم ها را رفع میکنه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده تقاضای ایمانی است. کدام است؟ لا یحل لکم، حلال نیست برای شما، حلال نیست. اگر به زور یک حیله و بانه از یک طرف پیدا کنی زن مجبور کردی که یا میراث برات بخشید، این همی بود که غلام الله صاحب میگفت همشیره را مجبور کرد که آخر گفت که تیر از میراث. الله برات میگه حلال نیست، تو خو معاف کردی سرش، لیکن به زور و زیادت و ظلم و بهانه ایمال ولو که او گفته که برای تو ما بخشیدم، این بخشش درست نیست، حلال نیست. قرآن میگه حلال نیست. مال یک مسلمان تا که از طیب نفس برای تو نبخشه، برای تو حلال نیست. از او خاطر این بهانه جویی و ایلگیری قطعا درست نیست. من خود گفته بودم شما را، نه شیخکای ما چی میکنه؟ باز جمع میکنه، چی میگه؟ خب نیست، عیب است اگر شما ببری بمی چی بیادرایتان اعلا کنی. او بیچاره مجبور هستن که با سوار از گپ قطما نمیزنه، در خانهش باز آمده نمیتونه، مجبور میشه میگه اعلاست. هیچ حقی خود تصور نمیکنه. ای قطعا صحیح نمیشه. این شیخکی الله را بازی داده نمیتونه. الله متعال باز میدانه که چی معامله قطعت بکنه. لا یحل لکم، حلال نیست برایتان ان ترثوا النساء، که به میراث ببرید زنا را. میراث بردن زنا دو قسم است، هم جانی زنا هم مال زنا. مال زنا را صورتها را گفتم. جانی زنا در زمان جاهلیت اینمی زن نمیگذاشتن که نکاح بکنه، ایرم میراثی خود میدانستن، دلشان که میشد به هر کس میدادن یا اجازه میدادن، دیگر رقم نمیشد. الله متعال میگه به میراث برده نمیتونه. کرهن به زبردستی
به میراث بردن نمیتونه. زبردستی به خاطری که زور و ظلم. بله اگر یک زن با طیب نفس خود میراث خود اعلام میکنه، مهر خود اعلام میکنه، یک چیزی را میپردازه، هیچ گپی نیست. اما جان خود به رضامندی در ملکت کسی داده نمیتونه که من در میراث تو باشم. هر معامله که مرا میفروشی جان عالی در میراث نمیشه. جان در میراث نمیشه. از او خاطر قید کرهن در مورد مال است که شما مال از زنان نگیری به یک وجه زور، راه ها را جور میکنی که به زبردستی و زور مال براتان معاف کنه میراثه. خب ولا تعضلوهن، منع نکنی زنا را لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، که شما ببری یعنی بگیری به بعضی ما او مال آتیتموهن که شما داده برش پرداخته. تنگ میکنیشه، من نمیمانم که نکاح بکنی. او بیچاره تنگ میشه، آخر میگه خیر است می مهری تانه پس بگیره مرا الاکو که من برم نکاح بکنم. الا یاتین بفاحشة، مگر اگر آمدن کرد بفاحشة مبینة، با یک امر غیر شرعی که خیلی واضح باشه. این حال امر غیر شرعی واضح چیست؟ بعضی مفسرین میگه بدگذرانی است. زن آورده یک روزم زندگی خوش ندیده، هر روز جنجال و جنگ است. در این صورت میفهمی میایی مادر از او طرف چیغ میزنه، پدر از او طرف، بگوی بیادر از او طرف، همشیره از او طرف، یک تیکه چی غم در خانه آورده ای. حالی پیسه تام رفته دیگه توان نداری که زن بگیری، حالی تنگ کشه. چرا که کلی بدگذرانی از طرف عزیزته، مجبور کشه که تنگ شوه، آخر بگوی که مرا طلاق بده غیر از محرم، که برا رنگش دگور شوه، زندگی آرام پیش بکنی. بعضی مفسرین میگه مراد این زنی است که گزاره بد داره، بدگذران است، جور نشد، اصلاح نشد، هر قدر نصیحت ها و خودگیایش بردی، همه گپا را نپذیرفت، یک تا همینطور می باشه. یک برادر آمده بود شما باور بکنی نقلام نمیتونست، آب دیده میریخت که پرسان نکن. ما اوجا فهمیدم که یا الله بعضی اوقات زنم اینا چیسته مصیبت جور میشه. راستی هم همونطور است. زنی که الله را نمیشناسه، رسول الله را نمیشناسه، ابرو و عزت تو را نمیشناسه، از پدر و مادر خود نمیشناسه، میبره در کوچه همینطور سینه باز میروه، چی کنی؟ چی قدش بکنی؟ سخت است. از او خاطر سعی کنی با زنانی که پاک دامن و علم داره به قرآن حدیث با او زنان نکاح شود که وا همه حقوق رعایت کرده میتونه. زنان با او شوهرای نکاح بکنه که واقعا پابند نظام دین است، قرآن و حدیث خوانده باشه. دایی بسیار برکت است. آدم از اول فکر نمیکنه ولو که چهره نداره، زیبایی و جمال نداره، نه بچه نه دختر، خود دین داره. دین کمی دین داشت همه چیز است، همه چیز است. این بسیار مهم گپ است. بعضی مفسرین مراد از فاحشه زنا را گرفته، مگر اگر آمدن کنه به فاحشه به زنا، حالی دیگه دلت نمیشه که دیگه امرای خود نگاه کنی، او پیسه تام سرش رفته، ثابت هم نمیتونی سریزی که حالی را در سنگسار راجع کنی، حالی دیگه تنگ کشه که از مهر خود تیر شو و بروه. و عاشریهن بالمعروف، شما گزاره کنی، زندگی کنی. این خطاب برای شوهراست، با امرای زنایتون شما گزاره کنی بالمعروف، به خوش اخلاقی، به احوال گرفتن نان، نفقه، لباس، آن چیزی که مورد ضرورت از واست. توصیه الله متعال این همیسته. مورد خطاب شوهرها را قرار داده. زنا بیچاره جهان دیده نمی باشه، ذهنش خیلی تنگ است، همیشه در خانه زندگی کرده، بگوی ذهنیتشان دمی ما حول خانه اینی قدر تنگ نظر است، زود خفه میشه. تا را میگه الله متعال که قطشان گزاره کنی، زندگی خواب به معروف بکنی. اینطور نه که آمدی زنی پدری تا اینطور که بزن اون طرف، کی طرف بزن، که ماندنید نیستم، که حالی من شما باور بالله بکنی امیالی در 100% 20% مردم زنی خود 10 مرتبه طلاق داده پس زنش است، به زنا نگاه کرده شتالی را. مردم نمیفهم، در قار و غصه میایه برش میگه کارت ندارم به مثل مادرم باشی، برش میگه نمیگه بازم او زن است. وقتی که گفت به مثل مادرم این چیست، زهار است. کارت ندارم مقصدش طلاق بود، طلاقی کنایه شد تا که تجدید نکاح نکنه، باز برش جایز نیست.
در این روزا سه طلاق زیاد واقع میشه. مولوی سیبا خوب فتوا باز برش میده. سه طلاق واقع میشه. کسی که از قرآن و حدیث دور زندگی میکنه وا به حالش، که نمیطور ایطور گریانا باز میکنه که چی کنیم چی کنیم چی کردی؟ تو دین همیش نختی آنه. این دین چیست؟ ریشخندی خونه است. دینم اینجا یک نفر برای ما آمد امیجا گفت مولوی صاحب زن خودت طلاق دادن. چند دفعه گفت 70 مرتبه. در کدام مجلس ها؟ در یک مجلس هست. گفت نه، یک ماه بعد، 2 ماه بعد، 1 سال بعد. ما گفتم بیادرکم راه نداری با جز امیال از امیالی. گفت بعد از اولاد پیدا شد ما زندگی کردیم. ما گفتم این زناست نعوذ بالله. یک رقم گریان میکرد، آدمی کلان بود نمیشه. و بعد از برش گفتم که حکم الله را عملی کو، نمیالی برو زنی تا جدا کو، برش بگو که بخیر از موت دیگه گپ خلاص است او توبه بکشیم که تا حالی را زندگی نامشروع کردیم. این احکام الله را به مسخره نگیره. این حکم الله است. صحیح است که کسی از پیشت خبر نداره. زنیت است، حتی پدر و مادر خبر نداره که چندین مراتب طلاق داده. الله خبر داره. الله خبر داره. از او خاطر الله متعال چی میگه؟ پشت سر که شما آمده ریست پیش ما، حدود الله را مراعات بکنی. یک لحظه کدام اراده که تو در قلب داری از الله پوشیده است. الله همین حدود برای ازی مقرر کرده، لیکن تو سری حکم الله ریشخندی بزن، عمل سرش نمی کنی. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ الله اکبر. چقدر نقطه جالب است. انسان نه دوستی را پیدا میکنه که 100% مثل تو باشه. پدر و مادر را پیدا نمیتونه که 100% رعایت حقوق تو را بکنه. اولادی را پیدا نمیتونه که 100% رعایت حقوق تو را بکنه. اما انسان چی بکنه خیر؟ 100% خون پیدا نمیشه. جوانب مثبت ترجیح بده از جوانب منفی. جانب منفی از او را مقایسه که با جانب مثبت. وای خصوصا در مورد زن زندگی چطور سپری میشه؟ ها؟ اگر ما بگویم که در هر نقطه ما فی میگیرم که همی فی آمد ماندنید نیستم، یقین بکو که ملک هم برات بیا اگر تو خوب بمانیش. برو بخیر زندگی رفته. چرا یک روز نه یک زن تو برش گفته چای بیار از یادش رفته قره مرکه کده رایسته. حالی تو میخیزی زن، فرزند، پدر، مادر میشه برباد کرده. باز میگی که بگی بستریتا بگی دیگه نمیمانم تا. نه، الله متعال برای تو توصیه میکنه. چیز توصیه زیباست. کدام توصیه زیباست؟ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر شما بد میدانی از روی طبیعتی زنا را، قلبتان نمیپذیره، زشت براتان معلوم میشه، فعسا قریب است امید است ان تکرهوا شیئا که شما بد میدانی یک چیزه، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا او الله دو خیر بزرگ گردانیده باشه. یک چیز بد میدانی لیکن الله برات خیر کثیر گردانیده. امیزن سایسته که طبیعتی خوب نداره، اما بچگه که میبینی یک گل واری برات داده که هر لحظه بوسه کده سیر نمیشی. خیر است. اگر این زن طبیعتی دو قدر نمیپذیره به خاطر اولادک ایره بپذیر. بذاره که قدش یک زن خواه ایج زیبایی نداره، جمال نداره، الله اکبر، لیکن اینطور زنی است که به اشاره میفهمه. میمان در خانه بیاید دیگه اینمی قدر چیسته گردن تا بلند میسازه. هر کس برای خود یک جانب مثبت داره. منفی را در صدد علاجی شو، مثبت در نظرت بگی. اگر تو بخوایی که نه در طبیعت نیست طلاق بدی، در طبیعت کدام زن پیدا میشه 100 دانه را بگیری باز در طبیعت. چرا؟ شده میتونه طبیعت خودت خراب باشه. طبیعت خرابا خیلی زیاد است در جامعه افغانی. از زن کده مردای طبیعت خراب بی قدر است که پرسان نکن. چرا یا طبیعت خراب است؟ در تصوری از جایی طور است که همین مرد چی است؟ بگوی بس دیگه بادار است، زن یک غلام و کنیز است، هر چیزی که میکنی بکو خلاص. این همی قسم در جامعه افغانی ما همی قسم تصور است. از او خاطر اعصاب خرابات در اینجا خیلی زیاد پیدا میشه، اعصابش زود خراب میشه. قرآن میگه نه دیگه که ایج نباشه با همی زن زندگی کو با وصف طبیعت خرابید، با وصفی که عمل زشت داره، صبر بکو خاص به خاطر رضای الله.
که در روز عقد نکاح عهد پیمان از تو گرفت و این رازدار بستری تو جور شد، لباس تو جور شد. تو از این حیثیت که الله تو را گفته که لباس توست لحاظش کرده برو، الله برات اجر میده. با وصف که هیچ عملی شایسته را از این مشاهده هم نمی کنی لیکن صبر میکنی. یعنی صبر کردن دی کم که اجر داره. اگرچه آیت در مورد زن است اما حکم آیت عام است. بس اوقات یک معامله برای انسان خیلی سخت معلوم میشه، دشوار معلوم میشه، لیکن الله دو خیر کثیر نهاده می باشه. ما سری خود تجربه کرده. در روزی که از مدرسه دور می شدم، مدرسه الحمدلله مدرسی بود که در سطح افغانستان طور مدرسه نبود. شاگردی ما تکبیر اوله از پیشش تیر نمیشد. انشاءالله از او مدرسه اکثریت شاگردای ما اگر در حفظ بود در بخش حفظ حافظ شده، اگر در بخش علم بود الحمدلله علما خب علمای درست شده و امو صحنه ها را انشاءالله در یادشان میاد که چه رقم فضا و چه قسم حالت بود در مدرسه. واقعیت است این ما با ماها اولاد خود در بیداری ندیده بودم. 11 بجه شب خانه آمده بودم، 3 بجه شب پس در مدرسه رفته بودم.